الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه ما حلقه 14 از آموزش کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکمی بما انزل الله می باشد. ما در حلقه های گذشته علاقه حکم الله سبحانه و تعالی را با توحید ربوبیت و علاقه حکم الله با توحید اسما و صفات و علاقه حکم الله سبحانه و تعالی با الوهیت و علاقه حکم بما انزل الله با عبادت را بیان کردیم که حکم بما انزل الله از توحید ربوبیت، از توحید الوهیت، از توحید اسما و صفات و از عبادت است. حالا باشد ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه 14 به شما علاقه حکم بما انزل الله به شهادت لا اله الا الله و به ارکانهای لا اله الا الله و شروطش بیان میکنیم. یعنی حکم الله و رسولش، حکم شریعت، حکم اسلام، سیاست اسلام، قانونهای اسلام، به عموم حکم نازل کرده الله سبحانه و تعالی چه علاقه به کلمه توحید لا اله الا الله دارد و چه علاقه به رکنهای لا اله الا الله دارد و چه علاقه به شرطهایش دارد. پس بدانید که حکم یعنی حکم بما انزل الله، حکمهایی که الله نازل کرده است، داخل توحید است، داخل در توحید است و داخل به اصل شهادت لا اله الا الله است، هم از نظر در برگیریش هم از نظر التزام است. پس حکم از بیان اصل لا اله الا الله است، حکم الله سبحانه و تعالی. چگونه؟ وقتی که ما لا اله الا الله میگیم، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله میگیم، معناش این است که نیست معبود در این دنیا به حق بجز الله. تمام معبودهایی که هست همه باطل است. یگانه معبودی که پرستیده میشود حق است، این الله است. یعنی ما بجز الله یگان نفری دیگری را و چیزی دیگری را عبادت نمیکنیم. و از عبادت، دعا از عبادت است، محبت از عبادت است و حکم هم از عبادت است، تحاکم هم از عبادت است. تحاکم یعنی مراجعت کردن به محکمه های شرعی، به محکمه هایی که موافق قرآن و سنت حکم میکند، این البته تحاکم عبادت است. و طاعت هم، اطاعت کردن هم عبادت است. معناش این که ما دعا نمی کنیم بجز الله را، اراده نمی کنیم بجز الله را، دوست نمی داریم کسی را و چیزی را چگونه که الله را دوست می داریم و بجز الله. و این چنین باید دانیم که حکم نمی کند هیچ کسی بجز الله. حاکم کی است؟ الله است. حکم از آن کی است؟ از آن الله است. حکمی نیست مگرم حکم الله. به یگون محکمه مراجعت نمی کنیم مگرم به محکمه الله سبحانه و تعالی، به محکمه شریعت. این شرکی که به این عبادت های ذکر شده امون تعلق دارد، شرکی که متعلق به عبادت های اینجا ذکر شده است، شرک طاعت و شرک حکم است. پس در اینجا بیان شد که لا اله الا الله این چنین حکم الله را بیان می کند. چگونه ای که بجز الله کسی دیگری را عبادت نمی کنیم، این چنین بجز حکم الله به حکم دیگری حکم نمی کنیم، اطاعت نمی کنیم، تحاکم و مراجعت نمی کنیم. این معنای لا اله الا الله است.
در تعبیری که از لا اله الا الله به حکم آمده است این است که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف آیه 40 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این الحکم الا لله، حکم نیست بجز حکم الله، یعنی تمام حکم از آن الله است. امر الا تعبدوا الا ایاه، الله امر کرد که عبادت نکنید، اطاعت نکنید بجز الله را. این آیت در مسئله حکم نازل شده است و معنای لا اله الا الله را میتد. معنای لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله، نفی است و اثبات است. لا اله الحق نفی میکند، انکار میکند، کفر بالطاغوت است. الا الله اثبات میکند، نفی میکند غیر الله را، عبادت غیر الله را، حکم غیر الله را، مراجعت کردن به محکمه غیر الله را، اطاعت کردن غیر الله را، سجده کردن به غیر الله را نفی میکند. طاغوت را نفی میکند، کفر ورزیدن به طاغوت را به ما بیان میکند. لا اله الا الله، لا اله الا الله باشد اثبات میکند، اثبات میکند حکم الله را. یعنی معنای لا اله الا الله چی است؟ نفی است و اثبات است. لا حکم الا الله، نیست حکم بجز حکم الله، نیست حاکم بجز الله، نیست متحاکمی که به سویش ما مراجعت کنیم بجز الله. از این جهت هم فهمیده میشد. پس برای هر یک مسلمان واجب است تا اینکه مؤمن باشد، موحد باشد، حکمی غیر الله را، حکمهای بشر ساخته را باید انکار بکند، نفی بکند. برای هر یک مسلمان واجب است تا که مسلمان بیستد، تا که مؤمن بیستد، تا که مؤمن باشد، موحد باشد، حکم غیر الله را انکار بکند و حکم الله را اثبات بکند و حکم را تنها به الله یگانه بسپارد و اثبات به الله یگانه بکند. برای هر یک مسلمان واجب است تا که مسلمان بیستد و مؤمن بیستد و موحد باشد این که شریعت الله را، دین الله را قبول بکند کاملا و از شریعت بجز شریعت الله و از دین بجز دین الله و از منهج بجز منهج الله و از قانونهای بجز قانون الله برآورده رفض کند، انکار بکند، کفر ورزد. بدانید که حکم مثلش، مانندیش به مانندی مثل تمام دیگر عبادت ها است. چگونه که عبادت را به غیر الله انجام نمیدهیم و میدانیم که به غیر الله عبادت کردن کفر است، اینچنین حکم را به غیر الله نسبت نمیدیم، حکم را به غیر الله نسبت دادن کفر است. چگونه که عبادت را تنها به الله انجام میدهیم باید حکم را هم تنها از آن الله بدانیم، قانون را هم تنها از آن الله دانیم. قانون برار نیست بجز الله، یگان قانونی بشر برآورده برابر قانون الله نیست، افضل از قانون الله نیست، حتی جایز تطبیق در این دنیا نیست. همه اش انکار توحید است. قانونهای برآورده انسان، یا که حاکمانی که به غیر حکم الله حکم میکنند، یا که انسانایی که به محکمه‌های غیر شرعی مراجعت میکنند، البته مخالف توحید، مخالف لا اله الا الله، مخالف قرآن و سنت، مخالف منهج رسول الله و هدی رسول الله حرکت میکنند و این کفر و شرک است. پس بدانید که الله سبحانه و تعالی عبادت بنده اش را قبول نمی کند مگرم در حالتی که الله یا یگانه بشناسد. همان وقت الله عبادت بنده اش را قبول می کند که بنده موحد باشد و عبادتش را تنها به الله انجام داده باشد. و بعد دوامش باید دانید که به عبادت غیر الله کفر ورزد. یعنی هر کسی که الله را عبادت بکند، هر کسی که تنها یگانه الله را عبادت بکند و به عبادت غیر الله کفر نورزد، این مسلمان نیست، این کافر است و این موحد نیست. همان وقت عبادت شما قبول است، همان وقت شما مسلمان هستید که عبادت را یگانه به الله انجام بدید و از عبادت غیر الله کفر ورزید. یعنی اعتقاد داشته باشید که عبادت غیر الله باطل است
عبادت غیر الله کردن کفر است. عبادت غیر الله کردن جایز نیست و کسانی که عبادت غیر الله را انجام میدهند مشرکند و کافرند. این عقیده را داشته باشید. پس هر کسی که به حکم شریعت حکم بکند، ببینید مسئله بینهایت نازک است. هر کسی که به حکم الله و رسول حکم بکند، شریعت همین الله و رسول است. هر کسی که به حکم شریعت، به حکم الله و رسول حکم بکند و اما به احکام غیر الله، حکم ها و قانون هایی که مردم گذاشته است، به قانون های وضعی که غیر الله، حکم هایی که غیر الله است، حکم هایی که غیر الله برآورده است، یعنی انسان ها برآورده است، کفر نورزد، این را مسلمان شمارده نمیشد. گرچنده که به حکم الله و رسول حکم بکند اما به حکم های غیر الله و رسول کفر نورزد، این کفر به طاغوت ندارد و این مسلمان نیست. امروزه حزبی ها، امروزه این نهضت اسلامی ها، امروزه گروه هایی که خود را مبارز مینامند و مدافع مینامند، حتی گروه 24 هم خودش رو سبحان الله منهجش رو به منهج پیامبر برابر میکند. این نهضت اسلام و دیگر تمام گروه هایی که هست، مشکلی اونها اساسش در همین جا. یعنی میگن که ما حکم الله را قبول داریم، یعنی همشون نه، البته بسیاری اونها حکم الله را اصلا قبول ندارد، لیکن اگر ما به اونها خوب به نهایت نظری خوب بکنیم، میگویم که بله اونها خوبند، میگویم که از همه بهترین اونها در درونشون همین است که میگن که ما حکم الله را قبول داریم، بله الله حکم دارد، اما حکم غیر الله در این عصر و زمان تطبیق کردنش خوب است میدانند، به خاطر ترس یا به خاطر چیزی دیگری. والعیاذ بالله، اینها کفر به طاغوت ندارند، به حکم غیر الله حالا کفر نورزیده اند، حالا طاغوت را طاغوت ندانستند، نشناختند و به طاغوت کفر نورزیدند. پس اونها موحد نیستند. سبحان الله. و این چنین کسانی هستند که در این عصر و زمان از اهل بدعت به مانند مدخلی ها، مرجعه های جهمی میگویند که حکم کردن به حکم غیر الله و قانون برآوردن، قانون سازی هایی که امروز مردم میسازند، این شرک نیست، این کفر نیست، بلکه این یک گناه است. همان وقت حکم کردن به حکم غیر الله آدم را کافر میکند، همان وقت قانون برآوردن آدم را کافر میکند که میگند انسان به قلبش دین را رد کند، جحد کند، یا که قانون های غیر الله را حلال شمارد، یا که دین را تکذیب بکند. در نزد این مرجعه ها کفر فقط کفر قلبی هست، یا تکذیب یا جحد یا استحال، که البته این منهجی باطل است و منهجی جهمی مرجعگی است که اینها ایمان هم فقط در قلب میدانند، کفر هم فقط در قلب میدانند. در نزد اینها ایمان هم خطا فهمیده شده است، توحید هم خطا فهمیده شده است، شرک هم خطا فهمیده شده است. سبحان الله. اینها به مانند کسانی هستند که میگویند هر کسی که قبر را عبادت میکند قبر پرست است، مرده پرست است، او مشرک نیست بلکه او گناه کرده است. هر کسی که قبر پرست و مرده پرست است کافر نیست، این گناهگار است تا همان زمانی که توحید ربوبیت یا الوهیت را آشکار انکار نکند. اعوذ بالله. این خیلی سخنی نیست در شریعت، این خیلی سخنی نیست. این سخنی البته مرجعه ها هست، جهمی ها هست و سخنی باطلان است. و امروز تمام این کسانی که حکم غیر الله را میخواهند مرجعه هستند. برادران و خواهران عزیز، خوب دانید که این گروه ها و جماعت هایی که امروز برآمده اند و حکم غیر الله را میخواهند همچنین عقیده باطل دارند که گویا این کارشان کفر و شرک نیست، این یک گناه است. همچنین عقیده دارند. این همان وقت میگند آدم کفر میکند که حکم غیر الله حلال دانید یا که حکم الله انکار کنید یا که دروغ شمارید.
ما که میگن حکم الله قبول میکنیم، انکار نمیکنیم، دروغ نمیشماریم، ما حکم غیر الله حلال نمیدونیم، حرام میدونیم، به همین خاطر میگن ما کافر نیستیم یا که ما به کفر واقع نشدیم. والعیاذ بالله. این عقیده و این سخنها و این بیانها بیانهای مرجعگی، جهمیگی و این بیانهای گمراه ها است. این عقیده است که یهود و نصارا و مشرکین و دشمنان دین همین عقیده را میخواهند که ما همچین عقیده داشته باشیم. اما عقیده قرآن و سنت، عقیده که الله و رسولش از ما میخواهند، این چنین است که کفر هم قلبی هست، هم زبانی هست، هم عملی هست. هر کسی که حکم به حکم غیر الله مطلقا میکند یا که قانون میبرورد، این کافر است، این کافر است، این مشرک است، این مرتد است و با تفصیلاتش که ذکر کردیم. سبحان الله. پس الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است که به حکم طاغوت کفر ورزیم و هر کسی که به حکم طاغوت کفر نورزد اسلام او قبول نیست. این به مانند کسی هست که، یعنی هر کسی که کفر به حکم طاغوت نورزد، این انسان به مانند کسی هست که میگوید من ایمان به الله دارم و ایمان به غیر الله دارم، من الله را عبادت میکنم و غیر الله را هم عبادت میکنم. همان وقت توحید الوهیت انسان قبول می شود در نزد الله که انسان به کفر بالطاغوت سخت بیستد و کفر بالطاغوت را بجا آورد و همه آن چیزهایی که بجز الله سبحانه و تعالی عبادت کرده می شوند ترک کند. کفر بالطاغوت چیست؟ کفر بالطاغوت یعنی اعتقاد کردن این که همون طاغوت باطل است، حکم طاغوت باطل است، اعتقاد کردن به فساد بودن طاغوت و حکم طاغوت، اعتقاد کردن به کفر طاغوت و حکم طاغوت، ترک کردنش، دور شدنش، بغض و عداوت داشتنش، در حالت قدرت نابود کردنش و سخنهای بد در حقش گفتن است. این کفر به طاغوت است. هر کسی که سبحان الله کفر نمی ورزد به حکم طاغوت، به حکم طاغوت چیست؟ هر یک حکمی که بجز حکم الله در این دنیا باشد، این حکم طاغوت است. دموکراسی حکم کی است؟ حکم الله است یا حکم انسان است و حکم طاغوت است؟ حکم طاغوت است، برای آنکه این حکم غیر الله است. هر یک حکمی که حکم غیر الله باشد، این طاغوت است، حکم طاغوت است. علمانی حکم الله است یا غیر الله؟ غیر الله، پس طاغوت است. لیبرالی حکم الله است یا غیر الله؟ غیر الله، پس طاغوت است، حکم طاغوت است. سکولاریسم، کمونیستی، قانونهای مردم برآورده، تمامی نمود قانونها و سیستمی که قانونها و سیستمهای غیر شرعی هست، از الله و رسولش نیست، از قرآن و رسولش نیست، این طاغوت است و الله همچنین آفرده است. همچنین الله گفته است که حکمهایی که غیر حکم الله و رسول هستند، اینها طاغوت هستند و به ما واجب است که کفر به این طاغوت ورزیم، به حکم غیر الله. و بعد از این حکمهای جاهلیت است، حکمهای شرکیه است. الله میگه افحکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت را میخواهید؟ حکم جاهلیت کدام حکم؟ حکم غیر الله رسول، حکم بغیر ما انزل الله، این حکم جاهلیت است. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. بعضی از انسان‌ها هستند که خودشون را مسلمان میگند و باز میخواهند، اراده دارند، خواهش آن را دارند که به طاغوت مراجعت بکنند، محکمه طاغوتی روند، یعنی حکم‌های غیر الله طاغوت است، در حالی که الله امر کرد که ما باید کفر ورزیم. پس همچنین ما باید بفهمیم که حکم‌های غیر الله برآورده این حکم‌های طاغوتی است. هر کسی که به این حکم‌ها کفر نورزد، این کفر به طاغوت ندارد. هر کسی که کفر بر طاغوت ندارد موحد نیست. هر کسی که به حکم طاغوت کفر نورزد، اسلامش قبول نیست. این به مانند همون انسانی است که میگه که ایمان به الله دارم، ایمان به غیر الله دارم. هم ایمان به الله دارد، هم ایمان به غیر الله دارد.
هم ایمان به حکم الله، هم ایمان به حکم غیر الله. این ناممکن است. هم الله را عبادت میکنم، نماز به الله میخونم، اما اطاعت غیر الله، اما حکم غیر الله را میخوام که این عبادتی با غیر الله است. هم عبادت الله، هم عبادت غیر الله، هم اطاعت الله، هم اطاعت غیر الله. روزه میدارد، نماز میخواند، اطاعت الله میکند، اما حکم غیر الله را قبول میکند، حرکت میکند، در راه تحقیقش همون را دفاع میکند. این اطاعت غیر الله است. سبحان الله. و انمین است معنای کفر بالطاغوت. معنای کفر بالطاغوت ترک کردن تمام چیزهایی که بجز الله است، از عبادتش، از حکمش، از همش رو ترک کردن غیر الله. پس نظر کنیم به کفار عرب در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اون کفار چگونه کفار بودند؟ به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انکار کردند که یگانه الله را بپرستند. یعنی رسول اکرم کفار عرب را، مشرکین را دعوت کرد که یگانه الله را عبادت کنید. اما این مشرکین، این کفار عرب با رسول الله، این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را انکار کردند. یکتا و یگانه الله را عبادت کردن را انکار کردند. بلکه مشرکین عرب چگونه بودند؟ اونها هم الله را عبادت میکردند، هم غیر الله را عبادت میکردند. ایمان به الله داشتند و این چنین ایمان به شرک داشتند و شرک را هم انجام میدادند. و این چنین به حکمهای، بعضی از حکمهای الله نازل کرده حکم میکردند که از بابایشون ابراهیم علیه السلام مونده بود. و این چنین حکمی بغیر ما انزل الله هم حکم میکردند. یعنی هم حکمی بما انزل الله، هم حکمی بغیر ما انزل الله. حکمی بما انزل الله یعنی حکم میکردند به حکمهای الله نازل کرده، و این چنین حکم میکردند به حکمهای غیر الله نازل کرده. یعنی این مشرکین قریش که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را کشتند و نابود کردند، اونها هم الله میشناختند و عبادت میکردند، اما بجز الله، الله دیگر عبادت میکردند. بعضی از حکمهای از دین ابراهیم مونده بود و اما باز خودشون حکمهای را ساخته بودند، نظامهای را ساخته بودند. پس این ایمانشون به اونها فایده نکرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونها را، خونشون را و مالشون را حلال کرد. پس امروز یک انسان خودش را مسلمان نامد، الله را عبادت بکند و غیر الله را عبادت کند، الله را اطاعت کند و غیر الله را اطاعت کند، حکم الله را بعضش را گیرد و در بسیار حالت حکم غیر الله را گیرد. پس این مثل همون قریش مشرک است. پس هر کسی که دیده و دانسته حکم از احکام شریعت را ترک می کند قصداً، این به مانند کسی هست که تمام شریعت را، کاملا شریعت را ترک کرده است. گرچنده که این مسئله که ترک کرده است مسئله کوچک باشد، میده ترین مسئله باشد، یک مسئله یگانه را ترک کند. پس هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند به تحقیق کافر به الله العظیم شده است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره 85 میگه افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. آیا شما به بعضی کتاب ایمان میارید و به بعضی دیگری جای کتاب ایمان نمیارید؟ یعنی به بعضی قرآن ایمان میارید و بعضی دیگری جای قرآن رو قبول نمیکنید. یعنی جایهایی که به خودتون معقول است قبول میکنید، جایهایی که به خودتون معقول است قبول نمیکنید. این جایز نیست، این کفر است و این چنین انسان ها کافرند. پس هر کسی که به بعضی کتاب کفر ورزد، بعضی قرآن نگیرد، یک احکام قرآن هم نگیرد، این چی است؟ به اجماع علما این کفر است. به تمام قرآن گویا کافر شده است. پس هر کسی که به حکم غیر از حکم الله حکم کند، هر کسی که به حکم غیر الله حکم نماید، پس او باطل است، حکمش هم باطل است. این طاغوت پرست شده است و کافر شده است، برای آنکه هر یک حکمی که بجز حکم الله است، حکم غیر الله حکم باطل است، جاهلی است، طاغوتی است. برای ما هر یک من شما واجب است که از حکم غیر الله، از حکم‌هایی که بجز شریعت الله حکم‌های دیگر است، از اونها دور بشویم، اونها را ترک نماییم و اونها را انکار کنیم و رد بکنیم. و باید ایمان بیاریم که حکم نیست بجز حکم الله. و انمین معنای انقیاد است و معنای لا اله الا الله است.
و انمین معنای آشکارسازی دین است و تسلیم شدن انمین است. معنای اسلام هم همین است. الاستسلام لله بالتوحید، تسلیم شدن به الله با توحید و قبول کردن تسلیم شدن، این قیاد یافتن، یعنی منتشر ساختن دین هم گونه است. پس حکم بما انزل الله، حکم الله و رسول از لا اله الا الله است، از رکنهای لا اله الا الله است و از شروطهای لا اله الا الله است. و البته در حلقه آینده باز به شما بیان میکنیم که حکم الله و رسول از رکنهای لا اله الا الله است. حالا ما باشد به شما عموما از توحید است رو بیان کردیم، از لا اله الا الله است و در حلقه آینده از رکنهای لا اله الا الله بودنش رو بیان میکنیم و در حلقه آیندهش از شرطهای لا اله الا الله بودنش رو بیان میکنیم و به شما بیان میکنیم که در حقیقت این حکم کردن به حکم الله و رسول از بزرگترین مسئله هاست، از توحید است و ترک حکم الله و رسول و حکم کردن به حکم غیر الله و رسول از بزرگترین منهیات است و از شرک است. ما چرا این همه رو بیان میکنیم؟ چرا بیان میکنیم علاقه حکم الله و رسول به توحید ربوبیت، علاقه حکم الله و رسول به توحید الوهیت، به توحید اسم و صفات، به ایمان، به لا اله الا الله، به رکناش، به شرطاش، به اسلام؟ برای آنکه شما فهمید که هر کسی که حکم الله را انکار میکند این همه دین را انکار میکند. هر کسی که میگوید که حکم کردن به حکم الله و رسول این یک چیز عادی هست، تمام شریعت را به زیر سوال برده است. ما این حقیقت ها را میگوییم تا که شما بفهمید که حکم الله و رسول نازل کرده این عادی مسئله نیست، این مسئله از اصول است. بارک الله فیکم و حیاکم الله و ایاکم. از الله سبحانه و تعالی تمنا میکنیم و دعا میکنیم که به ما فهم صحیح و توفیق عمل نمودن به فهم صحیح به قرآن و سنت نصیب بکند و پیرو شدن به قرآن و سنت به فهم سلف صالح و گفتن و عمل کردن را به ما نصیب بکند و الله سبحانه و تعالی مبتدعان را هدایت بکند و اون دعوت کننده های اهل بدعت که برای بدعت دعوت میکند خار و زارشان بکند. بارک الله فیکم و حیاکم الله و ایاکم.